با دستور حکومت تاجیکستان 28 میلیون دلار قرض شرکت برق تاجیک کم شد و به همین مقدار قرض نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 از انداز حذف شد. در قزاقستان مرافع دادگاهی پرونده خدای سابق پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف آغاز شد. قرغیزستان و ازبکستان بحث سرحد مشترک را به پایان رساندند. حکومت تاجیکستان دستور داد که قرض شرکت برق تاجیک نزد نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 به مبلغ 282 میلیون و 400 هزار سامانی حدودی 28 میلیون دلار که از خرید نیروی برق به عمل آمده است کم کرده شود. این سند در پورتال اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه جمهوری نشر شد. گفته می شود این مبلغ همچون پرداخت قسم قرض شرکت برق تاجیک در نزد جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 به حساب گرفته می شود. موافق قرار به مبلغی به همین برابر 282 میلیون و 400 هزار سامانی قرض نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 از انداز که تا 1 نوامبر سال روان به وجود آمده است کم کرده می شود. بنا به معلومات سامانه رسمی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 حجم عمومی قرض برق تاجیک به این نیروگاه تا 30 نوامبر سال 2022 حدودی 2 میلیارد و 592 میلیون سامانی برابر بیش از 254 میلیون دلار را تشکیل داده بود. قرض برق تاجیک از حساب برق گرفتهش از نیروگاه سنگتوده 1 از اکتبر سال 2021 تا اکتبر سال 2022 قریب به اندازه 30% افزوده است. با اطلاع منبع از آغاز سال 2022 برق تاجیک از این نیروگاه مشترک روسیه و تاجیکستان حدودی 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق گرفته است. سطح میانه پرداخت از آغاز سال 2022 همگی 33% از ارزش برق انتقالی یافته را تشکیل داده است. قابل ذکر است که شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک مونوپولیست بوده یگانه خریداری نیروی برقی نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 می باشد. جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 کارخانه مشترک تاجیکستان روسیه است. حصه شرکت‌های روسیه‌ای در سرمایه آیین‌ناموی نیروگاه 75% طرح 1 و حصه حکومت تاجیکستان 25% جمع 1 سهمیه می باشد. قرض عمومی کردیتاری برق تاجیک تا اول نیم سال یکم سال جاری 32 میلیارد سامانی حدود 3 میلیارد و 100 میلیون دلار می باشد. در شهر استانی قزاقستان مرافع دادگاهی پرونده خدای سابق پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف آغاز شد. از آغاز مرافع دادگاهی پرونده قیرت بورانبایف خدای سابق پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسولطان نظربایف شبکه تلویزیونی سپوتنیک نیر ابراد خبر داد. با اطلاع منبع مرافع پرونده بورانبایف در دادگاه ناحیه سری ارق آستانه جریان گرفت. گفته می شود که او در تصرف مبلغ‌های شرکت ملی قزاقگاز به مبلغ 14.5 میلیارد تنگه برابر بیش از 31 میلیون دلار گمانبر دانسته می شود. بورانبایف ماه مارس در المعاتا بازداشت شده بود. ماه سپتامبر مقامات حفظ حقوق تفتیش پرونده او را انجام دادند. ماه دکبر معلوم شد که همه گمانبران ضرری ماده قزاقگاز را جبران کردند. معلوم شد که آنها به مبلغ 38 میلیارد تنگه مبلغ 15 ابیکت اموال غیر منقول و 3 ماشین را حبس کرده اند. قرغیزستان و ازبکستان سرحد مشترکشان را 100% معین کرده اند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف درباره تأسیس مرز مشترک با ازبکستان خبر داد. جباروف گفت که ما به مسئله مرز با ازبکستان همسایه نقطه گذاشتیم. در همین حال کشوردار قرغیز مشخصا نگفت که جانب‌ها کدام سند را در این باره امضا کرده اند. به گفته صادر جباروف در سند عهدهداری ازبکستان برای تامین آب و روستاهای قرغیز پیش بینی شده است. مشخص کرده می شود که در عین زمان این ضرور نیست، اما بدون این قاعده می تواند در آینده نزاع به میان آید، گفت رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف. علاوه بر این جباروف از اعتراضهای تیر ماهی بر ضد به ازبکستان دادن آب انبار کمپیرآباد یادآور شد. او گفت در کشور گروه‌های پیدا شدند که منافع شخصی را دنبال کرده آب انبار را بهانه می‌کردند. هدف نهایی آنها عملی نشد، زیرا مردم پر را فهمیدند که مشکلات چگونه حل شده است. تقریباً 70 سال کمپیرآباد را ازبکستان اداره می‌کرد.
اکنون ما آن را یک جایه اداره می کنیم. قبلا قرقیزستان سازشنامه درباره دیمیلیتاسیون مرز با ازبکستان را تصدیق کرده بود. گفته می شود که برای تصویب این سند 64 وکیل پارلمان قرقیزستان رای داده اند.